ایالات متحده چطور اقتصاد دنیا رو بلعید، نظم جهانی مالی رو به نفع خودش ساخت و طراحی کرد و چرا خودشه که داره این نظم جهانی رو به هم میزنه. به دی نتورک خیلی خیلی خوش اومدی. جدا از این سوالایی که گفتم، یه سری سوالایی هم تو ذهن ما هست که میخوایم یه جواب دقیق و علمی براش پیدا بکنیم. مثلا چرا یه مهندس کامپیوتر توی آلمان حقوقش خیلی خیلی کمتر از یه مهندس کامپیوتر با تحصیلات مشابه، با کار مشابه توی آمریکاست؟ یه جواب کلیشه‌ای که به این داده میشه اینه که مثلا کار کردن تو آمریکا سخت‌تره، اروپایی‌ها کمتر کار میکنن، چینی‌ها تنبلن، یونانی‌ها تنبلن، از این جور سوالا. به این ما نباید قانع بشیم. اینجا ما کنجکاوتر و جدی‌تر از اینیم که بخوایم یه همچین جوابی به همچین سوالای مهمی بدیم. برای این اول برگردیم به زمان جنگ جهانی دوم. امپراتوری بریتانیا کشور بسیار وسیعه و بازار بسیار مهمی داره. از خود بریتانیا تا هند رو شامل میشه و ایالات متحده سالهاست به دنبال ورود به این بازاره. اما جو حاکم بر روابط اقتصادی دنیا مثل چیزی که مثلا شاید ما در چند دهه اخیر بهش عادت کرده باشیم نیست. همه به بازار همدیگه راه ندارن. کشورها بسیار پروتکشنیستن، اصطلاحاً میخوان محافظت کنن از بازارشون و بیشتر چیزی که شما ایرانی‌ها بهش عادت داشته باشیم. با نظم دنیا کار نمی‌کنه. با این مایندست کشورها دارن جلو میرن. اما توی جنگ جهانی اینجا چرچیل به یک درک خیلی درستی میرسه و این خیلی نکته مهمیه تو تاریخ بریتانیا. من مجبورم ازش تند رد بشم و وگرنه خودش ویدیو مفصلیه، واقعا خیلی هم داستان جالبی. اما به هر طریق به یک درکی میرسه که آقا دوران بریتانیا الان از اوج خودش فاصله جدی گرفته و اگر ما یک شیفت مناسب رو روی آمریکا نداشته باشیم، هر چیزی که ساختیم از دست میره، لگسی ما از دست میره و ممکن اصلا جنگ رو ببازیم. و حتی اگر جنگ رو ببریم، بعد از این جنگ شوروی میتونه با سیستم کمونیستش اروپا رو بگیره، چون ما تو این جنگ داریم از بین میریم، داریم نابود میشیم و هزاران مشکل مربوط به جنگ جهانی. اینا یه قراری با آمریکایی‌ها میذاره و ازشون دعوت میکنه که نه تنها توی جنگ حضور فعالتری داشته باشن، بلکه به جای سمت فیلیپین و اونجا که ایالات متحده فعالتر بود و نگرانیش از جنگ بیشتر اصلا ژاپن بود تا آلمان نازی، تمرکزشون روی اروپا بذارن و قانعشون میکنه که ایالات متحده ارزش‌هایی که داره با اروپا مشترکه و به یک استراتژی یوروپ فرستی میرسن. این باعث میشه ایالات متحده وارد جنگ بشه و بسیار کمک کنه به اروپایی‌ها و وقتی هم که جنگ رو میبرن به عنوان یک طرف برنده حضور داشته باشه و بتونه امتیازهای خیلی خوبی رو بگیره. وقتی که جنگ جهانی تموم میشه، دوباره آقای چرچیل با آمریکایی‌ها میخواد دیدار بکنه که حالا وقت این امتیاز دادن است و چیزی که ایالات متحده میخواسته ورود به بازار گسترده بریتانیا است. همون موقعش هم بریتانیا و ایالات متحده مهمترین صادرکننده های دنیا بودن در هر چیزی، کالا و خدماتی که وجود داشته. ولی باز هم ایالات متحده راضی نبود. یکی این که از دسترسیش به آبها مطمئن نبود، چون 1790 بریتانیا یه بار جلوی کشتی اینا رو گرفته بودن و این ترس توی آمریکایی‌ها بود همیشه برای تجارت کردنشون. و یکی این که ورود به این بازارها برای سخت بود. بعد از جنگ وقتی که چرچیل و روزولت شروع میکنن با هم حرف زدن، به این نتیجه میرسن که آقا نظم مالی که توی دنیا کم و بیش وجود داشته و نظم جهانی هم نبوده هیچ وقت، اروپا یا کشور به کشور یا بقیه با همدیگه یه قراردادایی رو میبستن، باید یک نظم مالی جدی وجود داشته باشه و ما بتونیم دنیا رو سامان بدیم و این ساماندهی در نهایت گسترده میشه، کشورهای دیگه‌ای هم بهش وارد میشن. این کشورها در یه مکانی به اسم برتن وودز در ایالات متحده با هم جمع میشن و تصمیم میگیرن که یک نظام تجاری مبتنی بر طلا رو ایجاد بکنن. یعنی چی نظام تجاری مبتنی بر طلا؟ یعنی اینکه ببینید وقتی که با تجارت میکنن دوتا کشور با هم دیگه، دوتا مسئله خیلی مهم وجود داره. یکی نرخ تبدیل ارزششون به هم دیگه است، اکسچنج ریتشونه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یک ایرانی هستی و میخوای از آمریکا خرید کنی یا از هر جای دیگه خرید بکنی، برات مهمه آقا قیمت دلار آمریکا الان چنده، قیمت درهم امارات الان چنده، چون شما باید به اون ارز پرداخت بکنی.
دومین مسئله هم که برای اینا مهمه ترازنامه تجاریه. ولی فرض کنیم ما یک کشور A داریم، یک کشور B داریم. مثلا کشور A $100 صادرات داره به کشور B، مثلا گندم صادر میکنه و $30 ازشون مثلا چکش وارد میکنه. ما تو این حالت میگیم که کشور A $70 تراز تجاریش مثبته و کشور B $70 تراز تجاریش منفیه. یعنی اون مثبت 70 این منفی 70. این دوتا مسئله خیلی مهمه. این برتن وودز توافقی که دارن میکنن یکی چیه؟ یکی این که آقا این ارزهامونو بیایم با طلا پگ بکنیم ارزهامونو. به چه معنی؟ یعنی که آقا یک ارزش مشخصی پوند بریتانیا در برابر طلا داشته باشه و این توی بازه مشخصی باشه. هیچ وقت مثلا اگر اونس طلا مثلا انقدر پونده یهو 5 برابر نشه یا یهو 1/5 نشه، چون این کاری بوده که کشورها میکردن برای اینکه واردات و صادراتشون رو تقویت بکنن. و دومین مسئله هم که اونجا مطرح میشه و پیشنهادش هم کینز میده که یکی از مهمترین اقتصاددانای تاریخه، اینه که کشورهایی که تراز تجاری مثبت دارن مجبور باشن از کشورهایی که تراز تجاری منفی دارن بیشتر خرید بکنن. اگر اون کشور A مثبت 70 این نمیتونه اینو نگه داره، بیاد شروع کنه خرید کردن کشور دیگه تا این بالانس بشه، چون اگر بالانس نباشه خطر جنگ دوباره وجود داره. کما اینکه آلمان هم به خاطر تراز تجاری بعدش خیلی معتقدن که اصلا جنگ رو شروع کرد. این توافق انجام میشه و به مرور کشورهای مختلف هم جمع میشن تو برتن وودز و این سیستم جهانی میشه. اتفاقا از ایران هم 4 نفر حضور داشتن، از کنسولگری ایران و از سفارت ایران در واشنگتن 2 نفر بودن، از اتاق بازرگانی ایران تقی نصر بوده و جالب ترین فیگورش فکر می‌کنم ابوالحسن ابتهاجه که اون موقع مدیر عامل بانک ملی ایران بوده و همین عموی آقای هوشنگ ابتهاجه که شاعر معروف شعر نو فارسیه و اینا هم اونجا حضور دارن و ایران هم کم و بیش هست توی اون معاهده. تو همین سیستم تو یک زمین بازی جهانی تعریف میشه که توی این زمین بازی همچنان کشورها دارن رقابت میکنن برای صادرات بیشتر و دسترسی به بازارهای همدیگه، اما با بالا پایین کردن ارزشون خیلی نمیتونن بازی کنن. اون مسئله که کینز پیشنهاد میده سر تصمیمات تجاری رو آمریکا مانعش میشه. آمریکا همچنین دلش میخواد که دلار نقش پررنگتری داشته باشه ولی موفق نمیشه موقع آدما رو قانع کنه. این دوتا نکته خیلی مهمه و جلوتر دوباره بهش میرسیم، مسئله تراز تجاری و مسئله این که آمریکا میخواست که دلار رو میخش رو بکوبه. اما اتفاقی که در عمل به مرور میفته اینه که چون اروپا واقعا با خاک یکسان شده، حتی طرفهای برنده جنگ مثل بریتانیا و فرانسه هم در وضعیت بسیار بغرنج اقتصادی قرار دارن، در جنگ نابود شدن، زیر ساختاشون از بین رفته، پول ندارن، به پول نقد خیلی زیادی احتیاج دارن و ایالات متحده با این جور کشورهای دیلی میکنه، اروپایی ها و ژاپن به طور گسترده، و یک سری طلاهاشون رو از اینا میگیره و معادلش به اینا دلار میده. و توافقی هم که دارن میکنن توی همین سیستم برتن وودز عملا باعث میشه که دلار یک نیمچه مرجعیتی رو پیدا بکنه در معاملات جهانی و همینطور باعث میشه که یعنی توافق میشه که هر وقت کشور خواستن دلار بدن و طلاهاشون رو پس بگیرن وقتی که مثلا وضعشون خوب شد. نیمچه مرجعیت دلار به چه معنیه؟ به این معنیه که دیگه فقط بین مبادله مثلا بریتانیا با آمریکا با دلار کار نمیشه، بین مبادله بریتانیا با فرانسه هم حتی دیگه دلار جابجا میشه. یعنی این دلاره که یه حالت مرجعی پیدا میکنه. چرا؟ چون دلاره که تو آنن میتونی به طلا تبدیل بکنی و طلا هم پیشینه تاریخی داره ارزشش، دلیلش این که پشتوانش طلاه مثلا مس نیست. این سیستم ادامه پیدا میکنه و دلار مرجعیتش داره زیاد میشه. یه نکته مهمی هم که وجود داره این که شوروی هم تو اون برتن وودز حضور داره، اما بعداً به نتیجه میرسن که این بیش از حد سرمایه داران است و میرن بیرون و میگن مؤسساتی که در کنار این برتن وودز به وجود میان مثل صندوق بین‌المللی پول که کارش کنترل این تراز هاست و بانک جهانی که کارش کمک به سرمایه گذاری درست توسط کشورهایی که حالا تراز تجاریشون مثبته یا کمک به کشورهایی که تراز تجاریشون منفیه برای اینکه پولاشون رو مثلا برن مدرسه بسازن، دانشگاه بسازن، کارخونه بسازن،
کارهای پربازدهتری رو داشته باشن تأسیس شده، اینا رو شوروی میگفت اینا شعب وال استریت هستن. این یه تیکه برتن وودزه. بعد ادامه پیدا میکنه تا زمانی که نیکسون به قدرت میرسه. این نکته هم خیلی مهمه. در بین آدمایی که به علوم اجتماعی علاقه دارن، همیشه سیر تغییرات مهم دنیا رو از زمان ریگان یا تاچر شروع میکنن. من به نظرم این نکته خیلی جا میمونه خیلی موقع تو خیلی از تحلیل‌ها که اینجا از زمان نیکسون داره یک شیفت گنده اتفاق میفته. نیکسون درگیر چه چیزاییه؟ درگیر یک جنگ سرده بین آمریکا و شوروی و درگیر یک تورمی هم هست که ایالات متحده تقریبا خطراتش رو داره حس میکنه و این به خاطر اون سیستم اقتصادی که اونا دارن. همچنین میخواد که مطمئن باشه که شوروی و چین رابطهشون به هم میخوره. یک طرحی که از نیکسون شروع میشه، یک چند سالی شاید چند دهه‌ای طول میکشه به تکامل برسه، اما طرحی که اسمهای مختلفی روش میذارن. نئولیبرالیسم بهش میگن، جهانی سازی بهش میگن، گلوبالیزیشن، فاینانشیالیزیشن یا مالی سازی بهش میگن. و این طرح چیه؟ اینه که نیکسون یک برای پیروزی در جنگ سرد داره این کار رو میکنه، دو برای قدرتمند کردن و نظم بخشیدن به اقتصاد یک ذره آشفته شده آمریکا. یکی این که میاد یه کاری که میکنه، این معاهده‌ای که بسته بودن رو میزنه زیرش. یعنی میگه آقا از این لحظه به بعد، که سخنرانی خیلی معروفیه، توی سخنرانی خیلی معروفیش میاد یه شبی اعلام کنه، میگه آقا ایالات متحده دیگه اگر بهش دلار بدیم طلاهاتون رو پس نمیده. و این معامله به هم میخوره. ایالات متحده هم نمیخواد خیلی لزوما پولش رو به پشتوانه طلا نگه داره. این آغاز یه تحول بزرگ توی سیستم‌های مالی که ارزهای بدون پشتوانه به وجود میاد. یعنی اسکناس دلار آمریکا مرجعه چون دولت آمریکا میگه، نه چون یه الماسی، کوه نوری، دریای نوری یه چیزی بهش وصله یا طلاهای بقیه بهش وصله، از این چیزا، چون دولت ایالات متحده میگه معتبره. و اما چرا اول کشورها اعتراض میکنن، اما چی میشه که این کار میکنه؟ این یه پروسه چند دهه‌ایه که ریاست جمهورهای مختلف انجام دارن میدن تا میرسه به اینکه ریگان هم انجام میده، بعدترش انجام میده، همینطوری ادامه تا 2007-8 ما میتونیم بگیم این سیستم مسلطه و هی داره گسترده تر میشه. حالا سیستم جدید چطوری کار میکنه که باعث میشه کشورها بهش تن بدن؟ سیستم جدید اینطوری کار میکنه که بعد از این کار آقای نیکسون هم پا میشه سرزده میره چین که یکی از معروف ترین سفرهای سیاسی تاریخ جهانه، یکی از به قول کسایی که مثلا دیپلمات ها، اینا یکی از مهمترین استیت ویزیت های تاریخه، شاید مهمترین استیت ویزیت ایالات متحده مثلا در 100 سال اخیر باشه. و اونجا درهای چین رو باز میکنه و چین رو انگار یه جوری وارد این اقتصاد جهانی میخوره، استارتش از اونجا میخوره. این سیستم جدید چطوری کار میکنه؟ سیستم جدید اینطوری کار میکنه آقا همچنان تمام معادلات دنیا داره با دلار انجام میشه و این گسترده تر از قبل هم باید ادامه پیدا بکنه و ایالات متحده از یک کشوری که دنبال اینه که هی صادراتش رو زیاد بکنه، به بازارهای بیشتر دسترسی پیدا کنه، یک جهانی رو ایجاد میکنه که توش نه تنها صادر کننده نیست بلکه وارد کننده است. الان تراز تجاری آمریکا رو همین الان نگاه کنید، خیلی منفیه، سال هاست که منفیه، دهه هاست که منفیه و تراز تجاری جایی مثل چین خیلی مثبته. چرا دارن این کار میکنن؟ این کار به چه دردشون میخوره؟ ما دنیا رو به چند قسمت اگه تقسیم کنیم، من چند تا مثال میزنم براتون که چرا این سیستم داره کار میکنه. ببین ایالات متحده به جای اینکه دنبال صادر کردن همه چی و تولید کردن همه چی باشه، میاد روی سری صنایع خاص مثل تکنولوژی، مثل سرویس های مالی، اینجور چیزا تمرکز میکنه و سعی میکنه تو اونا تاپ باشه تو دنیا. کشورهای دیگه هم هر کدوم سعی میکنن تو یه چیزی تاپ باشن. مثلا ژاپنیا چه میدونم تو کنسول بازی تاپن، کره خیلی خوب موبایل میسازن یا تلویزیون میسازن، مثلا آلمانیا خیلی خوب ماشین‌های اتومبیل میسازن مثلا، یعنی از اینجور چیزا. نوعی که این سیستم کار میکنه چیه؟ اینه که تمام شرکت‌های دنیا یک جوری انگار هدفشون بازار آمریکا میشه. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر من مثال عینی سعی میکنم بزنم که خیلی واضح تر شه، فراری و لامبورگینی از ماشین‌های معروف ایتالیا،
شما اگر به ایتالیا سفر کنین یا اگر اونجا درس میخونید یا زندگی میکنید میدونید که ایتالیایی خیلی کمتر از مثلا آمریکایی‌ها دارن فراری سوار میشن، یا مثلا عطرها یا لباسهای خیلی گرون فرانسوی مثل شنل و چه میدونم لوویتون و اینا توی آمریکا بیشتر فروش میره تا توی خود فرانسه یا بقیه کشور اروپایی. یعنی سیستم داره اینطوری کار میکنه. یه مثال عینی دیگه میذارم قبل از اینکه بهش گفتم. شما اگر دوستای اروپایی داشته باشین عمدتاً توی کیف پولشون یه دونه کارت میبینین یا 2 تا دونه کارت بانکی میبینید، یکیش مثلا دبیت کارته یکیش کردیت کارته. ولی اگر یه دوست آمریکایی داشته باشیم و اگه پولش رو نگاه کنید خیلی موقع میبینید که 2 تا 3 تا 4 تا کردیت کارت داره که یعنی اول خرید کنه بعداً پولش رو بده. در واقع ایالات متحده با کشورهای مختلف یک دیلی رو میکنه که ایالات متحده به جای اینکه تلاش برای صادرات کنه میخواد خریدار محصول همه باشه. ایالات متحده آخرین خریداره. هر چیزی که فکر کنید رو ایالات متحده میخواد وارد کنه و بخره. این به چه دردش میخوره؟ این میره و با سرمایه‌دار اروپایی صحبت میکنه، میگه آقا شما خوب ماشین میسازی، بیا ماشیناتو توی آمریکا بفروش. شما خوب مثلا اتوکلون میسازی، بیا اینا رو توی آمریکا بفروش، ما گرونتر میخریم، ما بیشتر پول داریم. این پولا وارد جیب سرمایه‌دار اروپایی میشه. میره مثلا با عربستان سعودی صحبت میکنه، میگه میخوای نفت بفروشی، بیا این رو به دلار بفروش، ما ازت میخریم، با دلار قیمت گذاری کن و ما ازت میخریم. این پول دوباره وارد جیب مثلا شاهزاده های سعودی میشه و یا کشورهایی که منابع طبیعی صادر میکنن. به ژاپنیا میگه آقا شما ویدیو گیم و کنسول بازی میخوای بفروشی، بیا توی آمریکا بفروش. این پول وارد جیب اونا میشه. به چین میگه هر چیزی داری میسازی میتونه وارد آمریکا بشه. میدونی چی میگم بگم؟ یعنی سرمایه‌دارهای این کشورها مرتب پول دستشون میاد. ایالات متحده برتریش تو چی بود؟ توی یه چیزایی مثل تکنولوژی و سرویس های مالی. سرویس های مالی یعنی چی؟ مثلا کشور عربستان رو در نظر بگیرید. یک باره مثلا نفت رفته بالا و حجم زیادی پول دستش اومده. خب اینا تکنولوژی لازم رو ندارن، اونقدر دانشگاه ندارن و ما با این پول چی کار بکنیم؟ ما نمیدونیم با این پول چی کار بکنیم. کی میدونه؟ وال استریت میدونه. پولا رو چی کار میکنن؟ پولها رو سرمایه گذاری میکنن. تو چه طریقی سرمایه گذاری میکنن؟ از طریق بانک های آمریکایی سرمایه گذاری میکنن. چرخه پول این شکلی اتفاق میفته. ایالات متحده پول میده، جنسا رو میگیره، این پولی که دست ایناست دوباره برمیگرده از طریق این سرمایه گذاری ها مثلا بانک های آمریکایی انجامش میدن. این سرمایه گذاری ها باعث میشه که ایالات متحده بتونه این تراز تجاری منفی وحشتناکش رو حفظ بکنه. تا چه زمانی میتونه حفظ بکنه؟ تا زمانی که همه آدما به این مرجعیت دلار اعتقاد دارن و بهش وصلن و نیاز دارن بهش. ببینید این که یک ارز مرجعی باشه برای همه بیزینس ها خوبه. شما اگر در یک شرکت چند ملیتی کار کرده باشین، توی اروپا هم باشید، میبینید همه حساب کتابا به دلاره. با اینکه یورو خیلی ارز خوبیه، فرانک خیلی ارز خوبیه، کرون های اسکاندیناویا ارزهای خوبی هم، پوند ارز خوبیه، ولی از یه رقمی که اون شرکت بزرگتر میشه، اوردر عدد و ارزش شرکت بیلیون دلاری میشه، دیگه خیلی حساب کتاباشون رو به ارز دیگه انجام نمیدن، مرتب تبدیلاشون رو اونطوری انجام میدن، با دلار حساب میکنن. این یه مزایای تجاری داره برای همه، کار همه راحت‌تر میکنه. چرا دلار آمریکا باشه؟ چون اونجا زورش رسید که دلار آمریکا بشه و زورش رسیده که مینتین کنه. چه چیزایی رو میخرن؟ بستگی به کشورها داره. یه سری سهام شرکت‌های آمریکایی میخرن، یه سری سرمایه‌گذاری تو جاهای دیگه‌ای میکنن و از همه مهمتر اوراق بهادار دولت آمریکا رو میخرن. اوراق بهادار یعنی چی؟ فرض کنید من کانال دی ان نتورک یه اوراق بهادار به شما میده. یعنی چی؟ یعنی من به شما میگم که آقا من مثلا $100 از شما میگیرم، بعد 10 سال $105 به شما میدم، $110 به شما میدم. یه نرخ سود خیلی پایینیه، اما به هر دلیلی شما به من اطمینان داری که من یه پروژه‌ای دارم که این کار میکنه. مثلا میگم من میخوام یه پل بسازم و این پل یه سوددهی داره، من سهم شما رو هم میدم. چند وقت دیگه میخوام مثلا یه جاده‌ای بکشم و این پول رو از شما دوباره میگیرم و سود شما رو میدم. چند بار که من این کارو کنم
حتی دیگه خیلی لازم نیست توضیح بدم که چرا میخوایم پولو بگیرم. من به شما میگم اینقدر میخوام پول جمع کنم، اینقدرم بهتون سود میدم و به خاطر اطمینانی که به من پیدا میکنید، البته این اطمینان رو تمام من نداری، ولی بر فرض محال اگه این اطمینان رو پیدا بکنید دیگه پول رو به من میدید. ایالات متحده دولتش الان تو پوزیشنیه که اون اطمینان رو بهش دارن، اوراقش رو میخرن چون میدونن که دولت آمریکا زیر قول اون سودش نمیزنه. این سیستم رو خودش طراحی کرده و برای خودش داره کار میکنه. واسه همین میلیاردها دلار هر سال کشورها و شرکت‌ها میرن اوراق ایالات متحده رو میخرن و ایالات متحده میتونه این تراز تجاری منفیش رو حفظ کنه. تراز تجاری مثبت برای همه بازیگرای دیگه میمونه: اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، چین، ژاپن و اینها. اون پیشنهادی که کینز داد یادتون بوده باشه، اون میگفت که وقتی مثبت میشه باید این کشورها شروع کنن از بقیه خرید کردن. چرا؟ چون خطرناکه. خطر کجاست؟ خطر اینه که شما وقتی که یک کشوری میشی با سرپلاس ترید، با تراز تجاری مثبت، به مرور هی داری صادراتتو زیاد میکنی و قیمت محصول تو اون کشور مبدأ، تو اون خریدار آخر، تو ایالات متحده بالاتره. شما میتونی واقعا یک جنست رو تو آمریکا با قیمت بهتری بفروشی. هر چیزی رو شما نگاه کنی دارن این کارو باهاش میکنن الان، و به آدم‌های بیشتری بفروشی. واسه همینه که شما نگاه کنید در بسیاری از لاین‌های محصولات، در فشن، در تکنولوژی، در خیلی چیزا، با اینکه جمعیت آمریکا به مراتب از جایی مثل هند و چین کمتره، اما توی آمریکا بازارش بزرگتره، عدد دلارش بزرگتره، چون آمریکایی به واسطه این پولی که داره هی تزریق میشه به سیستم مالیش میتونه هی وام بگیره هی خرید کنه، هی وام بگیره هی خرید کنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه. این کار باعث میشه که شما اگر سرمایه‌دار آلمانی باشی، سرمایه‌دار فرانسوی باشی، صاحب کسب و کار باشی اونجا، خیلی دلت نخواد مشتریای آلمانی اینو بخرن، مشتریای فرانسوی اینو بخرن. چرا؟ چون اون موقع توی تعداد محدودی میتونی تولید کنی دیگه، هرچی به اون ور بفرستی برات به صرفه تره. اونجایی که بازار اصلیه، اونجایی که جنگ جدی جریان داره، پول گنده وجود داره. واسه همین سیستم رو تا جایی که زورت میرسه میخوای به سمتی ببری که درآمد کارگرا و کارمندات کمتر باشه، ولی نه اونقدر کم که حالا اصلا کارا پیش نره، ولی کمتر باشه. واسه همینه که شما میبینی یک مهندس آلمانی با یک کار مشابه داره کمتر از معادل آمریکاییش پول میگیره، با اینکه آلمان اصلا کشور فقیری نیست. یا اگر در یه جاهایی مثل سوئیس و نروژ داره همونقدر رو میگیره، یا مالیاتاش خیلی بالا یا هزینه‌های زندگیش خیلی گرونتره و یه جور این رو بالانس نگه میداره. در واقع سیستم میخواد که طبقه‌ای که صاحب کسب و کار نیست در یک سطح مشخصی بمونه، یک خرید مشخصی انجام بده و این ترید سرپلاسز حفظ بشه که اینها این رو بتونن ببرن سرمایه گذاری کنن دوباره توی آمریکا. چون اگر دستمزدها افزایش پیدا کنه توی اینا اون موقع میتونن خودشون تو کشور خودشون خرید بکنن یا جنسای آمریکایی بخرن و اون انقدر به مذاق اینا خوش نمیاد. چرا کینز نگران این بود؟ چون میگه واقعا صدای این قشر کارمند کارگر در میان، درم اومده. در واقع چند سالیه که الان این صدا در اومده، ولی خیلی خوب میتونن مدیریتش کنن. این جور موقع ها وقتی که بحران‌های اقتصادی پیچیده‌ای وجود داره که من یه رو 20 دقیقه بعد بیام بشینم توضیح بدم که اصلا داره چی میشه، راه حل راحت‌تر یه چیزایی مثل شبیه به اینه که همه چی تقصیر مهاجراست، همه چی تقصیر اینه، همه چی تقصیر اونه و فلان آدم اگه رأی نیاورده بود ما وضع ما الان خوب بود، فلان کسک اگه وارد کشور ما نشده بود وضع ما الان خوب بود، این خارجی‌های فلان فلان شده اومدن اینجا رو به هم ریختن. اما این سیستم در احزاب مختلف، در شکل‌های مختلف همچنان پاورجا مونده. در آمریکا دموکرات‌ها بودن، جمهوری‌خواها بودن، در آلمان حزب‌های مختلف اومدن رفتن. در هر جای دنیا با اینکه سیاستمدارها و سیاستگزارها چرخیدن، این سیستم انقدر قوی و ریشه داره که یا کسی زورش نرسیده یا اصلا نخواسته عوضش کنه، داشته کار میکرده. برای آدمهای قدرتمند توی اروپا داشته کار میکرده و برای آمریکایی‌ها. برای آدمهای قدرتمند تو خاورمیانه داشته کار میکرده و برای آمریکایی‌ها. برای آدمهای قدرتمند تو چین کار میکنه و برای آمریکایی‌ها. اما
یک قشری از آمریکایی‌ها هستن که وضعیتی پیدا میکنن شبیه به اون اروپایی یا چینی ها و مثلا خاورمیانه هایی که درآمدشون کمه. چه قشری؟ اونهایی که به ویژه توی مثلا کارخونه های تولیدی کار میکردن. آقا تو این سیستم که من توضیح دادم ایالات متحده اصلا نیازی نداره ماشین ساز باشه، کفش درست بکنه، چه میدونم پرچم درست بکنه، کلاهای ترامپ لازم نیست مید این یو اس ای باشه، میتونه مید این چاینا باشه. این سیستم اینطوری کار میکنه و اونها میشن حذف شدگان از این دهکده جهانی. حذف شدن از دهکده جهانی رو ما ایرانی‌ها خیلی خوب میدونیم یعنی چی. توی تحریم بودن ما این رو تجربه کردیم، خیلی چیزا رو بهش دسترسی پیدا نمی‌کنیم. یه کارگر حتی سفید پوستی که توی آمریکا وجود داره، مثلا توی دیترویت کار میکرده، تو کارخونه ماشین سازی کار میکرده، حالا میگن ماشین رو ما میخوایم از اروپایی‌ها بخریم، حتی جدیدا از چینی‌ها بخریم. یه کارگری که توی کفاشی کار میکرده، مثلا کفش درست میکرده، میگن حالا ما لباس و کفش و اینا رو از بنگلادش میخریم، شما رو میخوایم چیکار هستن؟ و جوابی که خیلی این سالها گرفتن بیشتر شبیه به این بوده که نه سیاها حقشون خورده شده، مثلا این مسکولینیتی شماست که داره این کار خراب میکنه و اینا. من نمیخوام بگم که اینجور چیزها وجود ندارن یا مثلا ترم های ووک ترم های اشتباهی هن. من اصلا مشکلی ندارم. من مشکلم با اینه که اینجور ترم ها آدم های غلطی رو دارن هدف میگیرن، سر هرمو هدف نمیگیرن، به آدمی میزنن که خودش اصلا بازنده این سیستمه. اتفاقی که میفته وقتی این خشم وجود داره، یه سیاستمدار حرفه‌ای میتونه از این خشم استفاده کنه. یک حزبی که همه حزبا همیشه دنبال موقعیتن که یک گروهی رو پیدا کنن و که روشون کار کنن، بهشون رأی بده و اینها بتونن به قدرت برسن، چون در حالت عادی به قدرت نمیرسن. این اتفاقی که مثلا در بریتانیا در برگزیت افتاد، همون مهاجر ستیزی ها رو انجام دادن، این حرفا رو زدن و از این خشم مثلا کشاورزا، کارگرها و اینجور آدما توی بریتانیا استفاده کردن که تمام دلیل فقرشون و عقب موندگیشون علاوه اقتصادی این سیستم با حفظ میشد و شرکت بریتانیایی براش مهمتر بود که بازار آمریکا رو حفظ بکنه تا بازار خودش رو، تا کارمندای خودش رو، تا کارگرای خودش رو. ولی سوار شدن و برگزیت اتفاق افتاد. قبلتر مثلا برلوسکونی تو ایتالیا این کارو کرد، ویکتور اوربان تو مجارستان این کارو کرد، مهمتر از همه اینها دونالد ترامپ این کارو کرد در ایالات متحده، به ویژه در دور دومین باری رئیس جمهور شد این کارو کرد. و اینها حالا آدمایی هستن که میخوان این بازی رو به هم بزنن. این بازی رو به چه شکلی میخوان انجام بدن به مرور ما باید ببینیم، چون هنوز انجام ندادن. یه سری طرح‌ها دارن و طرح‌های جدی هم هستن، فقط یه سوء استفاده برای رسیدن به قدرت نیست. جی دی ونس بارها راجع به این سیستمی که من الان براتون توضیح دادم صحبت کرده، به عنوان معاون اول ترامپ خیلی مهمه صحبتاش. تو این گلوبالیزیشن اشتباه میکردیم، فکر میکردیم هر کشوری به رولی که داره تو سیستم بازی میکنه قانعه، ولی حالا میبینیم که چینی‌ها نمیخوان صرفاً کارخونه دنیا باشن، میخوان که تکنولوژی ها رو خودشون بسازن، میخوان که همون کاری که ما میکنیم و حالا خودشون هم بکنن. اینجا ما فقط کارگرامون رو از دست دادیم تو این سیستم. اگه اونا هم بخوان همون کاری که ما میکنیم این سیستم نمیتونه دووم بیاره، پس ما خودمون شروع میکنیم به همش زدن. من خیلی باز نمیخوام وارد طرح اینا بشم، اما همین اشاره که خیلی هم وایرال شده بود تو چین و عصبانیشون کرده بود، ونس اشاره میکنه که مثلا پزنت ها، دهاتی های چینی دارن کار میکنن برای ما جنس بسازن که با پول خودشون ما بخریمشون. این دقیقاً اشاره به اون سیستم ترید بالانسی میکنه که من الان اینجا دقیق تر شکافتم. تقریبا هم درسته حرفش، این اتفاق داره میفته واقعا توی دنیا. و ایالات متحده چرا میخواد اینو به هم بزنه؟ چون این گروهی که روی سر کار اومده منبع رأیش، پایگاه رأیش اون بازنده های سیستم گلوبالیزیشن، واسه همین مثلا تعرفه ها رو میاد، جنگ تجاری رو درست میکنه. جنگ تجاری که باز هم خیلی مفصل میشه راجبش حرف زد و به مرور هی بازترش میکنه، اما این ویدیو لازمه به نظرم که ما بتونیم مثلا راجب اونا صحبت کنیم. یک نکته مثلا من میتونم بگم که چقدر بازار ایالات متحده مهمه. ببین شروع کرده ایالات متحده تعرفه بستن سنگین روی چین برای اینکه این تراز تجاریه رو بالانس بکنه. شرکت سونی یه شرکتی که همه ما تو روزمره شاید باهاش کار داریم، یکی از مهمترین محصولات اینا پلی استیشن 5 که الان
سلطان مثلا کنسول هاست و خیلی خوب فروش میره در مقایسه با رقباش. اینا یه بیانیه میدن همون روز که آقا ما یه سری انبار استراتژیک داریم توی آمریکا که دپو کردیم PS5 رو، نگران افزایش قیمت نباشید. باز تعرفه ها بالاتر میره چون اینا کارخونه‌شون تو چینه دیگه، بالاتر میره و سونی میاد چه سیاستی رو اتخاذ میکنه. سونی میاد قیمت پلیستیشن 5 رو توی اروپا، توی کانادا، توی خاورمیانه، توی جاهای از آسیا افزایش میده. تعرفه رو آمریکا گذاشته، توی این کشورها میاد افزایش میده قیمتش رو و با این افزایش قیمته میخواد پول اون تعرفه رو بده که بتونه قیمتش رو توی آمریکا ثابت نگه داره. میزانی که بازار آمریکا مهمه در مقایسه با بقیه دنیا، من فکر می‌کنم این مثال خیلی خوب میتونه توضیح بده. پس یه مرور کوتاه بکنیم. ایالات متحده الان در حاضر آخرین خریدار یک سیستمیه که برای بسیاری از آمریکایی‌ها، طبقه متوسط به بالای آمریکایی، خیلی خوب کار کرده. برای طبقه پولدار و سرمایه‌دار بقیه دنیا خیلی خوب کار کرده و برای بقیه خیلی خوب کار نکرده، بدتر شده بعضیشون. پرایس هاش و بنفیت هاش رو، هزینه هاش و منافعش رو ما میتونیم بعداً بررسی بکنیم و همینطور بیشتر بررسی کنیم که دقیقاً ایالات متحده چه سیستمی مد نظرشه و چه جهانی رو میخواد انجام بده برای این که جنگ سرد جدید رو ببره. یادمون نره همون کاری که نیکسون هم کرد، به فهم من حداقل با تحقیقاتی که من داشتم، باز اگه شما نظر دیگه دارین خیلی خوشحال میشم حتما بهم بگین، من اصراری ندارم که درست میگم، برای بردن جنگ سرد اول بود. این یکی هم برای بردن جنگ سرد دومه. نه که لزوما میبره، ولی دارن یه کارتایی رو بازی میکنن که این جنگ سرد رو ببرن. جنگ سرد هم تو ویدیوی قبلی توضیح دادم که چرا شروع شده و چطوری داره اتفاق میفته، حتما اون رو هم ببینید. بازم پیشتون برمیگردم. مرسی.